ساکنان دهکده در نزدیکی شهر پشاور واقع در شمال و غربی پاکستان به نشان اعتراض علیه کشته شدن 9 عضو نیروی ضد طالبان در یک هجوم به کوچه ها ریختند. به گفته پلیس گروه مسلح به منزل رهبر نیروی ضد طالبان هجوم برده او را با 8 نفر از نزدیکانش به قتل رسانید. مردم دهکده میگویند مقامات در حفاظت آنها از دست تندروان ناکام شدند. با دنبال کاهش دادن قرب پول ملی قزاقستان تنگه 10 نفر در نزدیکی بانک ملی این کشور در الماتا تظاهرات کردند. تظاهرگران با شعارهای دست از پولهای ما بردارید طلب استعفای رئیس بانک ملی را به میان گذاشتند. خبرنگاری بخش قزاقی رادیوی آزادی میگوید تا 20% پایان بردن قرب پول ملی به افزایش یکباره نرخ مواد مورد نیاز مردم راه گشوده است. سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی برای کمک بشردوستانه به مردم افغان به 400 میلیون دلار نیاز دارد. مارک بودن رهبر دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگسازی یاریهای بشردوستانه گفت صرف نظر از تلاش‌های بیش از 10 ساله افغان‌ها هنوز هم به کمک‌های نجات بخشانه نیازمند هستند. به گفته بودن نزاع بین طالبان و حکومت افغانستان در راه رسانیدن کمک‌های طبی و مواد غذایی به میلیون‌ها نفر افغان خلل رسانیده است. دادگاه مینسک پایتخت بلاروس مردی را با جرم کشتار همسر سابقش و پاره کردن بدن او به مهلت 15 سال از آزادی محروم کرد. کنستانتین کازلوف ابتدا گفته بود که همسرش رهبر کلوب تیراندازی غیر حرفه‌ای ناپدید شده است، اما او دیرتر در مقابل مدرک‌های قاطع با شمول بازپرسی پسر 4 سالش به گناهش اقرار کرد. کارمندان متروی ارمنستان بر علیه کاهشی به گفته آنها غیر قانونی معاشهای خود اعتراض کردند. راننده ها و مهندسان میگویند مأموریت مترو از 5 تا 10% معاش آنها را بریده به فوند خصوصی بازنشستگی انتقال داده است. کارمندانی که اکنون جبران طلب دارند میگویند که مأموریت این عمل را برخلاف امر دادگاه کانستیتوسیونی انجام داده است که این گونه کارها را ممنوع عنوان کرده است. فعالان روسیه گزارشی را درباره پیامد بازی‌های المپی در منطقه استراحتی سوچی به محیط زیست پخش کردند. آنها همچنین قرار دادگاه کراسنودار را محکوم کردند که بر پایه آن فعال محیط زیست یوگنی ویتاشکو در زمینه ویران کردن ترتیبات حکم شرطی باید 3 سال را در زندان سپری کند. ویتاشکو از فعالانی بود که تأثیر ناخوب ساختمان‌های بزرگ بازی‌های المپی در سوچی را شدیداً تنقید کرده است.